خلاصه خبرهای مهم 3 ایول تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. بازداشت 4 کس از جمله یک افسر، یک داستانی سابق برای ربودن شهرت اسمت اللهیف. لطکوب 3 کارمند میلیس استرافشان از سوی ساکنان دهه لقط. من از بیگانگان هرگز ننالم. کشتار 2 مهاجر تاجیک در قزاقستان از دست یک تاجیک دیگر. لیسه آقاخان را در خاروق از حق فعالیت محروم کردند. این چی روز 3 آباد هلاکت 8 نفر در یک صدمه مرگبار در فیض آباد. و اکنون تفصیلات خبرها. منبع‌های رادیوی آزادی در نهادهای حفظ حقوق و قانون در تاجیکستان میگویند با گمان دست داشتن در ربودن شهرت اسمت اللهیف، معاون اول آریان بانک، به کمیش 4 نفر بازداشت شدند. نام آنها به خاطر خلل نیافتن تفتیش گفته نمی شود، ولی همه منبع‌ها میگویند بازداشت شده ها افسران پیشین نهادهای قدرتی اند که همراه با جنایتکاران سابقه دار این آدم ربایی را انجام دادند. یک سرچشمه نزدیک به تفتیشات روز 2 ایول به رادیوی آزادی گفت یکی از بازداشت شدگان افسر سابق وزارت کارهای داخلی و آژانسی مبارزه با فساد است و یک منبع نزدیک به خانواده شهرت اسمت اللهیف میگوید با گمان شرکت در این جنایت یک داستان سابق نیز بازداشت شده است. به گفته یک منبع دیگر، ربایندگان از رقم‌های دولتی استفاده کردند که خاص نهادهای قدرتی اند و می توانند به طلب پلیس را اطاعت نکنند، با صورت از معیار زیاد حرکت نمایند. مقامات گفتند اسمت اللهیف را 4 نفر به ماشین سوار کرده بردند، اما چند نفر دیگر هم در این کار دست دارند. برای آنکه مانع پیش نآید، جنایتکاران به ماشین خوندای صنعت پیشکی 11 رقم دولتی آماده کردند. آنها رقم‌های را آماده کردند که ماشین‌های ساختارهای قدرتی از آنها استفاده می‌برند و این گونه ماشین‌ها را کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی منع نمی‌کنند. در برآمدگاه دوشنبه به طرف ولایت سوخت یک پاسگاه دائمی بدیه عمل می‌کند. به خاطر آنکه ماشین جنایتکاران رقم مانند به نقلیات‌های ساختارهای قدرتی را داشت، کارمندان بدیه آنها را نگاه نداشته و تفتیش نکردند، گفت منبع رادیوی آزادی. شهرت اسمت اللهیف، معاون 49 ساله رئیس آریان بانک، شام 23 ایون امسال ربوده و به گفته مقامات تاجیکستان به سمت ناحیه عینی برده شده است. سرنوشت او تا حال معلوم نیست. 2 منبع از هم جدای رادیوی آزادی در داستانی کل و ریاست کارهای داخلی دوشنبه گفتند گروهی که شهرت اسمت اللهیف را ربود از قبل آمادگی جدی دیده تقریبا از نیم ماه ایون به این سو هر قدم شهرت اسمت اللهیف را زیر نظارت داشتند. مقامات تفتیشاتی در مورد سبب ربوده شدن شهرت اسمت اللهیف به نتیجه معین نرسیدند. شیوه آمادگی و جریان آدم ربایی نشان می‌دهد که هدف اساسی کشیدن مبلغ از اسمت اللهیف نبوده است. هنوز روشن نیست که تفتیشات فرمایشگران این عمله را آشکار و اعلان خواهد کرد یا نه. در تاریخ تاجیکستان قتل‌های زنجیره افراد برجسته زیاد روی داده باشد هم در تحقیق هیچ کدام آنها فرمایشگران آشکار نشدند. تا بیگاه 3 ایون درباره آنهایی که اسمت اللهیف را ربودند معلومات دقیق روی نزده بود. مقامات تاجیکستان 3 ایون شخصی را با نام رستم اشوروف که گفته می شود ضمن کشاکش در فرودگاه کشینیوف 2 کارمند نهادهای قدرتی مالدو را کشت، به پرونده ربوده شدن اسمت اللهیف ربط دادند. داستانی کل تاجیکستان اشوروف را عضو گروه سازمان یافته جنایی دانست که در دزدیدن شهرت دست دارد. خبرنگاران بخش مالدوی رادیوی آزادی میگویند رستم اشوروف 43 ساله هنگام درگیری در فرودگاه کشینیوف سخت زخمی شده تا صبح 3 ایول در حال بیهوشی است و پزشکان به زنده ماندنش چندان باوری ندارند. رادیوی آزادی معین کرد که رستم اشوروف سال 2012 برای حمله و غارت $100,000 صرافان به 13 سال زندان محکوم شد. یک سرچشمه نزدیک به دادگاه شهر دوشنبه گفت اشوروف تقریبا 2 سال پیش از محبس برآمده است. در یک صف با افسران نهادهای قدرتی گمانبر ربودن اسمت اللهیف اعلان شدن او پرسش‌های را درباره شرکت چنین افسران در جنایت‌های سازمان یافته به میان آورده است. به اطلاع منبع آزادی، در ریاست کارهای داخلی دوشنبه ربایندگان شهرت اسمت اللهیف پیشکی برای پرواز به ترکیه و روسیه بلیط گرفتند.
بنا به معلومات دریافتی یکی از آنها در روسیه بازداشت شده است. دزدیده شدن معاون اول رئیس آریان بانک واکنش و نگرانی ها را به میان آورده است. مخالفین حکومت در این واقعه بی قانونی و خودسری افراد با نفوذ را عیبدار و شکاف‌ها را در تامین امنیت سرزبان کردند. طرفداران حکومت این را تصادف و عمله دشمنانه نامیده نبودن امنیت را رد می‌کنند. 9 ساکن دهه لکت در کنار شهر استرافشن از جمله مدیر مکتب این دهه با اتهام لطوکوب کارمندان میلیسا دستگیر شدند. به ضد 18 ساکن دهه لکت با اتهام میدوباشی پرونده های ماموری کشودند. خود دستگیر شدگان و نزدیکان آنها برای شرح ماجرا دسترس نیستند، ولی اکبر شریفی سخنگوی رئیست وزارت کارهای داخلی ولایت سوخت گفت این 9 ساکن لکت سانه 31 مای سال جاری در حدود زمین‌های خواجگی‌های دیخونی از حیثیت افباشی به 3 کارمند میلیسای شهر استرافشن هنگام اجرای وظیفه در افتادند. اکبر شریفی بجز اینکه این 3 کارمند میلیسا برای سنجش معلومات فوری به سمت خدمتی وابسته بوده به زمین‌های خواجگی‌های دیخونی دهه لکت رفته بودند، درباره سبب به آنجا رفتن کارمندان مقامات تفصیلات دیگر ندادند. اکبر شریفی گفت گمان بر شونده ها با وجود آنکه کارمندان میلیسا در تن لباس خدمتی داشتند و خود را معرفی کردند و حالت کار یعنی با چه مقصد به اینجا آمدن خود را فهماندند، در راه اجرای وظیفهشان ممانعت ایجاد کردند. از جمله مدیر مکتب دهه لکت اسفندیار اورنبایف سال تولدش 1989 به آن عیبدار می شود که به جای خلاص کردن کارمندان میلیسا از دست همدیگان خود برعکس با ماشین رو بسته پیش روی فرار کارمندان میلیسا را گرفته است. یکی از دستگیر شدگان در بیاناتش میگوید که روز زنوزنی رئیس محله و وکیل دهه نیز در جای حادثه بودند، ولی کسی میلیسا را خلاص نکرد بلکه زنید گفتند. یک دستگیر شده دیگر گفت کسی از آنها آن روز مست نبود. به ضد 9 ساکن لکت بر اساس 3 ماده کودکس جنایتی تاجیکستان با اتهام افباشی گروهی ماده 237 استفاده زوراوری و تأخیر نماینده دولت ماده 328 و 330 پرونده جنایتی گشودند. به متهمان که سنشان از 28 تا 63 بوده است بر اساس این بندهای قانون برای افباشی تا 7 سال زندان و برای لطوکوب کارمندان میلیسا تا 5 سال زندان تهدید میکند. در تاجیکستان موردهای به کارمندان مقامات در افتادن ساکنان خیلی انگشت شمار است و سبب چنین برخورد خشونت‌آمیز ساکنان لکت نسبت به این 3 میلیسا و آن هم با تشویق و پشتیبانی به اصطلاح کلان شونده های دهه ناروشن باقی میماند. مقامات سبب همان روز 31 مای به لکت آمدن کارمندان میلیسا را نیز آشکار نکردند. شب 26 ایون سال 2023 در شهر قسقلین مرکز ماموری نویه قرسوی ولایت الماتای قزاقستان واقع در تقریبا 20 کیلومتری غرب شهر الماتا یک زن 44 ساله محلی جسدهای 2 شهروند تاجیکستان را با علامت‌های مرگ مجبوری پیدا کرده است. یکی از این مهاجران کشته شده 34 سال و دومی همگی 27 سال داشتند. با گمان قتل آنها یک شهروند دیگر تاجیکستان سال تولدش 1980 دستگیر شده است. در این باره روز 3 ایول سال 2023 در صفحه‌اش در اینستاگرام باروژان الینوف سردار دپارتمنت پلیس ولایت الماتا خبر داد. شب 26 ایون سال جاری ساعت 00:50 دقیقه به اداره پلیس نویه قرسای شهروند زن سال تولدش 1979 خبر داد که در شهر قسقلین در یکی از خانه‌های خصوصی جسدهای 2 مرد را با زخم‌ها پیدا کرده است. معاین کرده شد که جسدهای یافته شده جسدهای شهروندان تاجیکستان سالهای تولدشان 1989 و 1996 می باشند. در صادر کردن این جنایت یک شهروند دیگر این جمهوری سال تولدش 1980 گمان بر می شود. در جریان چاره‌بینی‌های فوری جستجویی کارمندان پلیس گمان بر شونده را معاین و او را دستگیر کردند. در حال حاضر او در تفقیقگاه موقتی یا ایوس قرار دارد. خبر داده است سردار پلیس ولایت الماتا بنا به اطلاع او این پرونده در روی خط یگانه تفتیشات دادگاهی پلیس نویه قرسای بر اساس ماده 99 قسم 2 کودکس جنایتی قزاقستان با اتهام کشتار 2 نفر ثبت شده
تشخیص‌های لازم طبی و دادگاهی مقرر کرده شدند و تفتیش دادگاهی آغاز یافته است. به شهروند دستگیر شده تاجیکستان بر اساس قسم 2 ماده 99 همچون جزا از 15 تا 20 سال زندان یا حبس عمرباد تهدید می‌کند. تفصیلات دیگر قضیه معلوم نیست. نام کشته شده ها و همین طور نام نفر گمانبر در قتل آنها نیز نشر نشده است. قزاقستان بعد روسیه دومین بازار بزرگ کاریابی برای مهاجران کاری از تاجیکستان به شمار می‌رود. همچنین ده‌ها هزار از مهاجران تاجیک که بر روی خطای سیاه روسیه افتاده برای چند سال از حق سفر به روسیه محروم می‌شوند تا زمان به پایان رسیدن مور زاپرت به جستجوی رزق و روزی به قزاقستان می‌روند. بنا به حساب‌های غیر رسمی در قزاقستان بیش از 200,000 نفر از زادگان تاجیکستان کار و زندگی می‌کنند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. پایگاه خبری پامیر دیلی نیوز که رویدادهای ولایت مختار کوهستان بدخشان را پیگیری می‌کند، روز 1 ایول سال 2023 خبر داد که مقامات تاجیکستان اجازتنامه لیسه آقاخان را بازپس خواندند و این لیسه معتبر اکنون به مکتب میانه عادی تبدیل داده می شود. مقامات تا حال رسما این خبر را شرح ندادند، ولی چند منبع از میان خوانندگان و کارمندان لیسه آقاخان در خورخ به پامیر دیلی نیوز این خبر را تصدیق کرده گفتند که این لیسه روز 3 ایون سال 2023 به فعالیت خود پایان داد. لیسه آقاخان در طول سالها یکی از مؤسسه‌های از همه معتبر در بین مکتب‌های میانه در بدخشان به شمار می رفت و صدها تن از شاگردان آن به دانشگاه‌های معروف جهان و منطقوی داخل شده توانستند متخصصان ورزیده در ساحه‌های گوناگون شوند. پامیر دیلی نیوز تذکر داده است که وقت‌های آخر مؤسسه‌های مربوط به آقاخان در تاجیکستان تحت فشار بی سابقه مقامات قرار گرفتند. از جمله قبلا مقامات لاگرها یا اردوگاه‌های تابستانه در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان را که تقریبا 30 سال باز از حساب فاند آقاخان مبلغ گذاری می شدند بستند. همچنین در خورخ چند باغچه و کودکستانی که خدمات معروف آقاخان مبلغ گذاری می کرد دولتی کرده شدند. مقامات همچنین میمانخانه سیرین در خورخ و بناهای مربوط به اولین بانک مالیوی خرد و MSDSP یا برنامه پشتیبانی از رشد کوهستان را مصادره کردند و بنا به اطلاع پامیر دیلی نیوز داستانی ولایت مختار کوهستان بدخشان به دادگاه در مورد دولتی کردن مرکز طبی آقاخان در شهر خورخ درخواست رسمی ارسال کرده است. پامیر دیلی نیوز تذکر داده است که مؤسسه‌های آقاخان در طول سالهای زیاد در ولایت مختار کوهستان بدخشان عهده‌داری‌های اجتماعی حکومت را اجرا می‌کردند و با این بار تأمین برنامه‌های اجتماعی را برای حکومت سبکتر می‌کردند. طی 1 سال گذشته بعد سرکوب اعتراضها در بدخشان، ساختارهای گوناگون مربوط به آقاخان در این ولایت مختار و در عموم در تاجیکستان به فشار جدی از جانب مقامات دچار شدند و در پی لیسه و لاگرها و کودکستان‌های آقاخان، پارک خورخ و میمانخانه سیرین در مرکز بدخشان خوف دولتی کردن دیگر ساختارهای تجارتی آقاخان در تاجیکستان نیز وجود دارد. شب 2 ایول سال 2023 در یک صدمه مرگبار در نوحه فیض‌آباد بر اثر برخورد 2 ماشین سبکرو 8 نفر به هلاکت رسیدند. بنا به اطلاع کانال پرویز تیوی، سن و سال قربانیان این صدمه از 6 تا 20 ساله بوده، همه‌شان ساکنان نوحه فیض‌آباد و 4 نفرش از یک عائله بودند. به اطلاع این کانال همه هلاک شدگان را صبح 3 ایول به خاک سپردند. کانال پرویز تیوی ویدیوی از محله این صدمه مدهش را نیز نشر کرده است. در این ویدیو شاهدان میگویند که یکی از ماشین‌ها تاکسی بوده است. در ویدیو دیده می شود که بر اثر برخورد هر 2 ماشین کاملا پچق و کارناشویم شدند. تفصیلات دیگر این صدمه مدهش و نام قربانیان هنوز نشر نشده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تا حال درباره صدمه مرگبار در فیض‌آباد خبر نشر نکرده است، ولی مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان روز 3 ایول درباره 4 صدمه مرگبار خبر داد. از جمله شب 3 ایون سال 2023 تقریبا ساعت 22:30 در شورای دوشنبه کلوب خورخ کلمه در حدود نوحه شغنان ماشین تمغه دولان تحت اداره گدو محمدوف اتو محمد سال تولدش 1963 ساکن نوحه شغنان هنگامی از سمت شهر خورخ به سمت شهر دوشنبه حرکت نمودن پیاده‌گرد بختبیکوف خوشبخت سال تولدش
1987 ساکن نوع شغنان را پخش نموده است. در نتیجه بختیبکوف جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. روز 1 ایول سال 2023 تخمینا ساعت 12:20 راننده ماشین تویوتا کرولا امام نظروف دوران جان سال تولدش 1989 ساکن نوع 5 هنگام حرکت از سمت شهر دوشنبه به سمت نوع 5 در حدود جماعت دهات استقلال نوع کوشانیان از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به سمت مقابل رو برآمده پیاده‌گردان دولت جان و بخت نسا سال تولدش 1982 ساکن نوع مذکور و یافتکو و زورا سال تولدش 1982 ساکن شهر دوشنبه را پخش نموده است. در نتیجه دولت و جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است و یافتکو و با برداشتن جراحت‌های گوناگون جسمانی در بیمارخانه بستری گردیده است. شب 1 ایون سال 2023 تخمین ساعت 22:30 راننده ماشین تمغه دیوتیکو ساتوروف البک سال تولدش 1999 ساکن نوع ظفرآباد هنگام حرکت در راه ماشینگرد حدود جماعت شهرک ظفرآباد به خطری حرکت راه را تامین کرده نتوانسته دوچرخران خدای بردیف سال تولدش 1971 ساکن نوع مذکور را پخش نموده است. در نتیجه دوچرخران خدای بردیف جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. روز 2 ایول سال 2023 تخمینا ساعت 12:30 راننده ماشین تمغه تویوتا وین فیضیف عبدالباقی سال تولدش 1957 ساکن نوع یووان هنگام حرکت از سمت نوع یووان به سمت نوع جامعه در حدود دهه سرقمش از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به ماشین تمغه گاز 5302 تحت اداره راننده لو لایف میرزامیدین سال تولدش 1966 ساکن امین نوع برخورده است. در نتیجه راننده تویوتا فیضیف جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. اوی بین حادثه و تحقیقاتی ادامه دارد. صبح 2 ایول سال 2023 تقریبا ساعت 05:55 در یکی از آشخانه‌های بازار سخاوت در قسمت جنوبی شهر دوشنبه سوختار به عمل آمد. در ویدیوهای از جای حادثه نشر شده دیده می شود که آشخانه در درون آتش قرار دارد و سوختار نشانها تلاش دارند تا پیش روی بازم بیشتر دامن زدن علنگه آتش را بگیرند. به سوختار نشانها حدود 2 ساعت لازم شده است تا سوختار را در این آشخانه پوره خاموش کنند. مقامات تا کنون این حادثه را شرح ندادند. تنها گفته می شود که نهادهای مسئول در حال حاضر به تحقیق و سبب‌های سوختار و معاین کردن حجم ضرری رسیده مشغولند. تفصیلات دیگری حادثه دسترس نیست. در روزهای آخر این علاقه پنجمین سوختار بزرگ در تاجیکستان است. بر اثر باد شدیدی که از سمت جنوب و غرب با سرعت 18 متر ثانیه می‌وزد در قلمرو ولایت ختلان و ناحیه‌های تابع جمهوری هوای پرچنگ و خاک در نظر داشته شده است. همچنین روزهای 3 و 5 ایول در یک قطار ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان هواشناسان آمدن سیل‌ها را بر اثر آب شدن پیریخ‌ها پیشگویی می‌کنند. در ناحیه‌های جداگانه کوهی ولایت سوق نیز آمدن سیل‌ها احتمال دارد. در این ارتباط کمیته حالت‌های فوق‌العاده از اهالی خواهش می‌کند بهتر به کسان گرفتار بیماری‌های دل، دیابت قند و هیپرتنی توجه کنند. رانندگان و دزداران سیاحی و گردشگران باید در این گونه روزها سرعت حرکت، تکنیک بی‌خطری حرکت در راه‌های کوهی را رعایت نمایند. رعایت فاصله بین ماشین‌ها خیلی مهم است چون احتمال ریزش سنگ از کوه‌ها نیز زیاد است. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.